ابدالی بابا پدر افغانستان امروزی در اوایل متعلق به ابدالی ها و بعد متعلق به اتحادیه قبیله‌ای درانی های افغان بود. از وی به عنوان فرمانده نظامی خیرخواه، شاعر صوفی پشتو و یک شخصیت ادیب یاد می شود. پادشاهی درانی او زمانی تأسیس شد که ایران صفوی قبل از این سقوط کرده و هند مغول نیز در حال زوال سریع بود. اخیراً تلاش‌هایی برای بازنویسی تاریخ افغانستان صورت گرفت. به طور قابل توجهی بالیوود هند تاریخ افغانستان را سیاه و سفید نشان داد و مسلمانان به ویژه قهرمانان افغان را به عنوان افراد شرور به نمایش گذاشت. به عنوان مثال فیلم‌های بالیوودی مانند پدماوت، کسری و پانیپت مسلمانان را به عنوان دسته‌ای از غارتگران وحشی به تصویر می‌کشند. در فیلم بالیوودی پانیپت خیانت بزرگ برخلاف واقعیت‌های تاریخی، ابدالی بابا که مردی خوش‌تیپ 39 ساله در سال 1761 بود، به عنوان یک پیرمرد شیطان صفت، بی‌رحم و طاس در برابر باو جوان، عضلانی و خیرخواه به تصویر کشیده شده است. با نادیده گرفتن مفهوم وستفالیایی دولت ملت، روایت مهاجم نیز تحریف شده است، زیرا ماراتاها از جنوب مرکزی هند به شمال هند و بخشایی از امپراتوری درانی در سال 1757 الی 58 حمله کردند و پشاور را تصرف کرده و نیروهایی را در آتوک، ملتان، لاهور و مکانهایی در مسیر دهلی مستقر کردند که این احمد را وادار ساخت تا برای 5مین بار در اواخر سال 1759 به هند حمله کند. زمانی که افغان‌ها و ماراتاها در پانیپت در سال 1761 در تقابل قرار گرفتند، هیچ کدامشان در سرزمین‌های خود نبودند. این یک تصور غلط رایج است که ماراتاها با پادشاه مهاجم افغانستان در پانیپت برای آزادسازی هند جنگیدند. از قضا زمانی که ماراتاها به شمال هند حمله کردند، درانی در هند حتی حضور نداشت. او در واقع به شمال هند آمد تا ماراتاها را بیرون براند و ماراتاها که از جنوب مرکزی هند آمده بودند به همان پیمانه در شمال هند اجنبی محسوب می شدند که افغانهای ترانس ایندو اجنبی بودند. همچنین برخلاف تصویر بالیوود از نبرد سوم پانیپت در سال 1761 به عنوان درگیری هندوها و مسلمانها، این مبارزه برای بقا بود، زیرا ظهور یک قدرت مرکزی رقیب در مرز شرقی یا جنوبی امپراتوری درانی نه تنها آن را به رکود اقتصادی می برد، بلکه همچنان ثبات و بقای آن را نیز تهدید می کرد. علاوه بر این، در اردوگاه ماراتاها یک گروه 10,000 نفری مسلمان به رهبری یک جنرال مسلمان پشتون به نام ابراهیم خان گردی وجود داشت که فرماندهی جناح چپ ماراتاها علیه افغانها را نیز بر عهده داشت. علاوه بر این، در اواخر سال 1750 زمانی که ماراتاها در هند در حال افزایش بودند، علاوه بر شاه ولی الله دهلوی، حاکمان هند راجپوت جیپور و ماروار یعنی راجستان کنونی نیز از احمد شاه درانی علیه ماراتاها که به قلمرو راجپوت تجاوز می کردند کمک گرفتند. یکی از مشهورترین شاهکارهای احمد فتح دهلی و شکست نیروهای ماراتاها در هند در نبرد سوم پانیپت در سال 1761 بود. عملگرایی او به او کمک کرد تا پادشاهی چند قبیله‌ای را در اواسط قرن 18 در آسیای مرکزی جنوبی بنا کند. او بر اثر بیماری در 16 اکتبر 1772 در معروف قندهار افغانستان درگذشت.